الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. رقص بر دول رجیم تا توانی کش آقا شو، از فقر و تنگدستی رها، زیر بار دیگران رفتن مسلمان کی روا. عابد حق شو، رزقت به دست از کسب حلال، پاکیزه باید زیست کرد تا رسید عرش کمال. عالم همه تسخیر توست، این تغافل را کنار، مشکات حقایق آشنا، زندگانی را بهار. و سخر لکم، خداوندش چه دستور است تو را، تفکیر به عین نقرگون، بر فضا جولان نما. بسم الله الرحمن الرحیم. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سوره جاثیه آیه 12. و آنچی که در آسمانها و آنچی که در زمین است همه را از ناحیه خود مسخر شما ساخته است. قطعا در این تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش در آوردن چرخه حیات به نفع انسانها نشانه های مهمی بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمی زادگان است. برای کسانی که می اندیشند و اندیشمندانه به اشیاء و روبرو به خود زندگی می نگرند، اگر به این آیه مبارکه تفکر و از عقل خداداد خویش کار بگیریم، می بینیم که حضرت حق جلت مجده کهکشانها را به تسخیر بشر قرار داده است و انسان به سعی و تلاش خود می تواند به کهکشانها جولان و به تسخیر خویش درآورد و از نعمتهای الهی بهره‌مند شود و از این الطاف خداوندی غربیان و کشورهای اروپایی توسط علم و دانش و سعی و تلاش شکستگی ناپذیر خویش به فضا پا نهادند و اکتشافات و نوآوری‌های دست یافته از قبیل کامپیوتر، موبایل و سایر اختراعات دیگر و راه‌های دور را نزدیک و خدمت شایانی به جهان بشریت نمودند. ولی با تأسف ما مسلمانان در بحر جهل و نادانی غرقیم و از انعام الهی بی بهره و عمر گرانبهای ما به بیهودگویی صرف و به فقر و فاقه و تنگدستی گرفتاریم و از حماقت خویش فاقه مستی ها می کنی.
و سخر لکم خداوندش چه دستور است تو را تفکیر به عین نقرگون بر فضا جولان نما در زمین کردگار انواع انعام کریم مستفید شد نعمتش شکران الطاف رحیم غواص بحر علم گرد لؤلؤ و مرجانش برآ اکرام الهی را نگر در حیاتش خود کفا دیگران از سعی و تلاش رسیدند تا سما مستفادن لطف حق کشفیاتش را نگاه کامپیوتر را ببین موبایل اشیای دیگر راههای دور نزدیک شد از فکر و تدبیر بشر عقل خدا دادش به کار جد و جهد بیشمار بر فضایش پا نهادند کهکشانها ره سپار ما که ماندیم در غباوت غافل ز قرآن کریم طبل حماقت را نوازیم رقص بر دول رجیم آید جهالت یک بلا خصم دانش علم و دین فاقد انسانیت افکار شیطانی قرین والسلام علیکم و رحمت الله.